هستم، 23 سالمه، دانشجوی تربیت بدنی. سلام، عرفانم، 24 سالمه، کارم هم عکاسیه. سلام، من مهنازم، 23 سالمه، رشته دانشگاه حقوقه و تو ایده مدلینگ کار میکنم. سلام، پارسا احمدی هستم، 23 سالمه، کارم هم بلاگری، آرایشگر بلاگرم. سلام، من آیلین علیپور هستم، 21 سالمه و ساکن تهرانم. حتی دانشجو هم هستم، رشته‌ام مهندسی معماریه. حالا بریم با هم ببینیم که این قسمت قرار چی بشه. سلام، مسیحا رادم، 24 سالمه، تو کار پوشک. سلام، سما هستم، 21 سالمه، فروشگاه عطر و اتکلون لوازم آرایشی دارم. سلام، رامتین هستم. خیلی لطف کردید که منو دعوت کردید به این برنامه. عرضم به حضورتون که 24 سالمه، شغلم هم باریستا. سلام، عطیه‌ام، 21 سالمه، دانشجوی رشته حقوق. سلام، ماردین هستم، 24 سالمه، فوتبال بازی میکنم و تو کار عینک. سلام، روزتون بخیر. من پوریا مهربانی فر هستم، 23 سالمه و توی همه رشته‌های سرکی کشیدم. همه این بازی یه قانون خیلی مهم داره که فقط اینه که در صورتی جفت کاپلی که روبروی هم قرار میرن بالا که هر دوتاشون همدیگه رو اکسپت کنن. اگه یکیشون اکسپت کنه اون یکی ریجکت کنه میره نفر بعدی. اگه جفتشون که ریجکت کنن تکلیف معلومه. اگه کسایی که یه دختر خانم اکسپت کرد آقا پسر ریجکت کرد، یک بار دیگه فرصت دارن مقابل یک شخص دیگه فرصت خودشون رو امتحان کنن، ولی کلا دوتا فرصت دارن، یعنی بیشتر از دوتا بشه حذف میشن. اگه همون اولم که همدیگه رو اکسپت کردن میرن مرحله بعد که تو قسمت بعدی میخوایم ببینیم. بریم که داشته باشیم، بریم ببینیم کاپلامون قراره چیکار کنن. برو بریم. ببین دختر خوبی بوده، حالا هیت نخوره، ولی چتری بهش نمی اومد. جدی حالا همه میبینن دیگه، ولی خدایی نمی اومد. نمیدونم، اولش حس کردم که میخواد اکسپت کنه. هم خوش استایل بود، هم فیس باحالی داشتش، ولی خب حیف شد دیگه. ترجیح میدادم چشم ابرو مشکی باشه، ولی خب نبود دیگه. حس کردم خیلی تو قیافه بود. با تمام احترام که براشون قائلم، ولی بو رو ترجیح میدم بهش. خوب بودن ها، به هم دیگه نمیخوردن. به نظر من کاپل خوبی در می اومدن. حیف شد چون دیگه قرار نیست روبروی هم دیگه قرار بگیرن، ولی حیف شد از نظر من. حقیقتا تایپ استایلیمون خب به هم دیگه نمیخورد. تو نگاه اول خیلی با هم دیگه فرق داشت. چیزی که من حس کردم این بود که نسبت به اومدن اینجا یکم بی اهمیت بود، یعنی اینجوری به نظر میرسید. خیلی بزرگ بود و خیلی هیکلی بود. بعد در مقابل منم خیلی ریزم. بعد اصلا فکر نکنم تایپ هم باشیم، به هم نمی اومدیم. به نظر من جثه‌شون یه مقدار نسبت به خودم کوچیک‌تر بود، این یه ذره اذیت میکرد. خب بچه‌ها سری اول تموم شد، میریم که سری دوم داشته باشیم. خیلی خانم متشخص و محترمی بودن، خوشحال شدم که پذیرفتن. با ویژگی‌هایی که نفر قبلی نداشت و خوشبختانه ایشون داشت. بین کاپل قبلی و این کاپل خب جفتشون خوبن خب، ولی اینا دارن میگن تو ادیت میفهمن خب، ولی حس میکنم اینا خیلی هم تایپ همن خب، جفتشون استایلاشون به هم دیگه میومد. بعد پسر مشکی راجع به دختر که حرفی نمیزدن ولی به هم دیگه میومدن. بریم بعدی. نه آنجی، واقعا خوشم نمیومد، نبودمش. نمیدونم، اصلا معذب شدم، تایپ هم نبود. والا حس کردم وایبمون خیلی به هم دیگه میخوره. خلاصی که کلا کار نشد نداره. خدایی به هم میومدن. این کاپل دوست داشتم، واقعا راضی بودم، یعنی استرس داشتم هم دیگه رو اکسپت نکنن، ولی خدا رو شکر اکسپت کردن. ولی سوالایی که قرار ازشون بپرسم قراره بهتره کنه. بریم بعدی. فکر کنم خیلی آدم بدشانسی هم، چون
هر کسی که میاد یا خیلی از من بلندتره یا فکر کنم من خیلی کوتاهم، اصلا نمیدونم چجوریه. احساس میکنم بابت اختلاف قدی زیادی که داشتیم ریجکت کردم. خب بچه‌ها بین این جمعیت دو تا کاپل همدیگه رو اکسپت کردن. بریم که ازشون چند تا سوال بپرسیم. نگاه اول چه طرف مقابلتون توجهتون جلب کرد؟ استایلش جالب بود دیگه، نسبت به بقیه یه ذره متفاوت بود. زیادی هم مشکی بودش. خوب فیسشون خیلی بامزه بود، به دل میشست. بعد دیگه استایلشون هم مرتب و ترتمیز بود. خط قرمزتون تو رابطه چیه؟ خیانت دیگه، خیانت و اینکه مثلا خیلی آدمو ساده فرض کنن و دروغ و این چیزا نباشه اصلا. خیانت تو چی میبینی؟ خیانت دیگه، دروغ گفتن خیانت، همین که آدمو چیز فرض کنن خیانت، با یکی دیگه بره نگه، بیرون هم مثلا با کسی میخواد بره بگه. دیگه این سوال پیش میاد دیگه، همه به فکر خیانت و دروغ و اینا هستن. احترام به نظرم خیلی چیز مهمیه. خط قرمز من احترامه. نظرتون راجع به دوست جنس مخالف واسه پارتنرتون چیه؟ من مشکلی ندارم، ولی در صورتی که هم پارتنرم حالا هم دوست پسرش اون حد و حدودا رو رعایت بکنم، به نظرم خیلی مهمه. یعنی در غیر این صورت هیچ پسری نمیتونه رفیق دختر داشته باشه. منم به نظرم تا یه جایی باید اگه بشناسم اون دختره رو مشکلی نداره، ولی اگه نشناسم چون خودم دخترم میدونم که هیچ دختری 100% نمیتونه رفیق دختر باشه. تهش این رفیقا با هم دیگه یه داستانی میخورن انگاری، نمیدونم چرا. باید که دوباره با هم دیگه دیتنتون دوباره بذارید. چیه طرف مقابلتون توجهتون جلب کرد؟ خب احساس خیلی خاکی بودنی ازش گرفتم، احساس کردم میتونه رفیقم باشه. این استایلش خیلی بال بود، بامزه بودش و اصلا انگاری تایپ خودمه. انتظارتون از طرف مقابلتون تو رابطه چیه؟ تنها انتظاری که دارم اینه که خب خودش باشه، لازم نیست برای من بخواد فیلمی بازی کنه، ادا باشه، همین. تایمش رو واسم بذاره، بعد اینکه اون چیزایی که میخوام خط قرمزا رو رعایت کنم. خط قرمزاتون تو رابطه چیه؟ من خیلی برام مهمه که احترامم حفظ بشه، اینکه بخوام بگم دروغ نگه، خیانت نکنه، همه حرفای کلیشه‌ایه و خب این چیزایی هستش که اصلا باید باشه، نباید خط قرمز باشه. ولی خط قرمزم در کل میتونم بگم اینه که خیلی 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 برام مهمه که احترامم خیلی حفظ بشه تو رابطه. خط قرمزم دروغ گفتنه، بعد اینکه از این دختری نباشه که هر شب یه جو برنامه و پارتی و اینا باشه. نه از اینو دوست ندارم کلا. نظرتون راجع به دوست جنس مخالف واسه هم دیگه؟ من خودم دوست جنس مخالف دارم، ولی خب توی رابطه جدی، توی رابطه فاب به هیچ عنوان نمیتونم قبول کنم همچین چیزی رو. در حدی باشه که مثلا خودم اطلاع داشته باشم، مثلا مطلع باشم که شخصیتش چیه، طرف مقابل چیه، اوکی مشکلی نداره. آیا اوکی که دوباره یه قراره یه دیت دوم خارج از اینجا با هم دیگه یا هر قراری با هم دیگه بذارید یا نه؟ تو نوت گوشتون بنویسید، ازتون میخوام که نشون بدید. برقم رفت، دیگه وقت رفتنه. برق اومد. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون و زیباییتون باشید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم.